الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نحمدك يا الله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ونصلي ونسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران اهل اسلام، اولین جمعه ماه شریف رمضان را از برای جمیع شما و در شخصیت شما از برای خاندان هاتان تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند متعال مسئلت آن را دارم که پروردگار به ما و شما حمیت و ننگ و ناموس و غیرت اسلامی ارزانی دارد تا این ماه بزرگ و پرفیض پربرکات را به طور باید شاید گذرانیده در آن عبادت خداوند را به نقصان انجام داده به رحمت و مغفرت خداوندی واصل گردیم. آمین. هفته گذشته یعنی یک روز قبل از ماه شریف رمضان بود، روز آخری شعبان بود. از این خاطر به سمع شما حدیث شعبانیه، حدیثی را که ابن خزیمه در صحیح خیش و یک عده از محققین و محدثین دیگر با اسناد حسن از سلمان فارسی روایت کرده اند، به سمع شما رسانیدیم و در جای رسیدیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم امت خیش مسلمانان را بشارت میداد از ورود ماه شریف رمضان. از جمله حضرت تأکید کرد یا ایها الناس قد اضلکم شهر عظیم مبارک. ای مردم مسلمان گفت، ای مردم، ای بندگان خدا، در بالای سر شما یک ماه به نهایت بزرگ و مبارک سایه افکن است و ما درباره عظیم بزرگ بودن این ماه با شما صحبت کردیم که اگر دیگر بزرگی های این ماه شریف یک طرف گذاریم، اگر در مد نظر فقط نزول قرآن عظیم الشأن داشته باشیم، پس این ماه شریف رمضان عظیمترین ماه های خداست. به خاطر قرآن، به خاطر نزول قرآن عظیم الشأن. زیرا گفتیم که قرآن دو نوع نزول دارد، نزول یک دفعه و یک مرتبه و نزول تدریجی. نزولش که یک دفعه و یک مرتبه واقع شده است در شب قدر، در شب مبارکه، در ماه شریف رمضان واقع شده است که خداوند قرآن را از لوح محفوظ به آسمان دنیا نازل ساخت. بعدا در مدت 23 سال حضرت جبرئیل علیه السلام با امر خداوند وابسته به حالتها و وضعیتهای مختلفه این قرآن بزرگ را به حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم آیه آیه، سوره سوره نازل کرد و فرو فرستاد. پس این ماه نزول قرآنی است. واقعا در بعض اخبار آمده است که در ماه شریف رمضان تمام کتاب های آسمانی نازل شده‌اند، نه تنها قرآن. امام احمد در مسند معروف خیش روایت میکند از صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم واصله ابن اسقع با اسناد جید مقبول که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند انزلت صحف ابراهیم فی اول لیلة من رمضان و انزلت التوراة لست مضین من رمضان
والانجیل لثلاث عشرة خلت من رمضان و انزل الله القرآن لاربع و عشرین خلت من رمضان. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود خداوند صحیفه های ابراهیم علیه السلام را درباره این صحیفه ها ما یک صحبت داشتیم که 10 صحیفه هستند، در شب اول ماه شریف رمضان نازل کرده است. کتاب تورات را به موسی علیه السلام در روز 6 رمضان نازل کرده است. انجیل بر عیسی علیه السلام در 13 رمضان نازل شده است و فرقان قرآن عظیم شان بر محمد صلی الله علیه و سلم در 24 رمضان نازل گشته است. حدیث گفتیم امام احمد با اسناد جید در مسند خود روایت کرده است. پس ببینید که این ماه بزرگ ماه نزول تمام کتاب های آسمانی است. ماه است که تمام کتاب های خداوندی در این ماه نازل گشته اند. فضیلت را ببینید و بزرگی را ببینید. از این خاطر است که علمای کرام ختم قرآن را در ماه شریف رمضان سنت محمد صلی الله علیه و سلم می‌دانند و تأکید کردند که به سبب تنبلی مردم باید این ختم قطع کرده نشود، ترک کرده نشود. از جمله در کتاب دارالمختار علامه حسکفی عالم شهیر حنفی آورده است که والختم مرة سنة و مرتين فضیله و ثلاثا افضل. ختم قرآن در ماه شریف رمضان در نماز تراویح 1 مرتبه انجام دادنش سنت است. 2 مرتبه انجام دادن ختم فضیلت است و هر قومی که 3 مرتبه ختم قرآن در 1 ماه شریف رمضان میکند برای اونا افضل است، یعنی بهتر است. یعنی در عالم اسلام جوان مردای هستند، شخصای صالحی هستند که 1 بار او طرف استاد 2 بار 3 بار ختم قرآن میگذرونند در ماه شریف رمضان. ولا یترک لکسل القوم، میگوید ختم قرآن عظیم شان در نمازهای تراویح به سبب تنبلی قوم ترک کرده نمی شود. اگر چند قوم تنبل هم که باشند باید ختم قرآن ترک کرده نشود، زیرا این سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اصلا ما چندین بار ذکر کرده بودیم که جسم انسان از 2 قسم عمده عبارت است. یکیش خاکی است، دیگرش جوهری بالایی دارد. یکیش جسم بدن است که عبارت از جوارح است، دیگرش روح است که خداوند او روح خلق کرده در بدن ما جا کرده است. جسم خاکی همیشه میل به سوی خاک میکنه، روح میل به سوی بالا دارد، آدم به شوق و وجد میاره، غیرت آدم زیاد میکنه. اما این جسم خاکی فقط آدم به سوی خواب میکشه، به سوی شهوات میکشه، به سوی خوردن میکشه. پس اون شخصی که در ماه شریف رمضان از ختم قرآن میگریزد واقعا خاک پناه ای به شرمندگی از قسم به خدا. قرآن را که آبروی ماست، قرآن را که عزتی ماست هم در دنیا و هم در آخرت، قرآن را که ما امید داریم که فردا روز قیامت شفیع مشفع ما میگردد، قرآن را که کلام خدا هست در 1 ماه شریف رمضان که خدای تعالی برای ما چی امتیازهای داده است. شیطان امر کرده زنجیر پیچ کنند با تمام فرزنداش. وقتی ما 1 ختم قرآن در این ماه شریف کرده نمیتونیم، از ما خاک پناهتر دیگه کی است؟ در غیر ماه شریف رمضان دیگه ما ختم قرآن کرده میتونیم. از همه خاطر از
اشخاصی که متصدی هستند مسئول مساجد هستند خواهش میکنم برادرای عزیز عیب شرمندگی است که در مسجد در خانه خدا ختم قرآن گذرانده نشود. در تمام مساجد باید ختم قرآن دایر گردد تا این مردمی که از قرآن میگریزند دیگه جای گریز نیابند شرمنده شوند. باور کنید من در تعجب میمانم وقتی که میگن یک توده از مسجد میگریزند خودشون چند نفر شده یک جماعتی تشکیل میکردین در یک خانه بعد خوردن و آشامیدن بعد به خواندن نماز تراویح 20 دقیقه و 25 دقیقه شروع میکردین. عیب شرمندگی از این زیاد میشود. ای وای به حال تو از قرآنی که سر تا پا نور است رحمت است تو او را نخونی که زورت بیاید. ای تنی تو قرآن تلاوت کرده است وقتی تو میگریزی آخر رو درگور که اگر خدای نکرده یک دشمن بالای سری این ملت اسلامی حجم بیاره احوالی تو چی میشود؟ خوش شرمنده. خویا کلاتون قاضی کنه چقدر ایمان داره ما. ایمان ما در کدام سطح قرار داره که از قرآن میگریزه. مردم پول داده و قاری سفارش کرده و در مسجدها میارن که قاری قرآن بخواند از فیض از لذت او استفاده ببرن. ما از مسجد میگریزیم که در اونجا ختم قرآن است نماز یک نیم ساعت طول داره. این شرمندگی. حضرت مولوی در مثنوی شریف یک قصه بسیار مرغوب آورده است. راستی که من این قصه را ذکر کردم اما از ذکر کردنش هیچ زیان نیست زیرا که شاید سخن نغز و تکرار شاید که خدای تعالی بعضی مردم بیفهم و بیفراست توسط همین قصه ها یک هوشیاری و بیداری عطا کند عقلش و سر جا بیاید فهمن که این قرآن چه کتاب است فهمن که از قرآن جای گریز نیست. حضرت میفرماید رفت یک صوفی به لشکر در غزا ناگهان آمد قطاریق و وغا مان صوفی با بونه و خرگه و ضعاف فارسان راندند تا صف مصاف. یک صوفی به دست شیخی صوفی ولی همین صوفی تراشا در بین ما هم بسیارن دعوای صوفیگی میکنن ای خط به قرآن بگریزن. یک روز نزد مجاهدای اسلامی میآید میگه این دفعه جنگ که رفتیم مرا ببرید میخواهم در راه خدا جنگ کنم میخواهم در راه خدا خون بریزانم. بعد در زمان جنگ غزوه صوفی را همراه شو گرفتن میرفتن که ناخواست صدای طبل مجاهدا بلند شد دشمن مشاهده کردند طبل زدن نعره الله اکبر در فلک پیچید فارسان راندند تا صف مصاف جوان مردا بالای از سوار اسب خمچین کردن و بالای دشمن تاختند به سر دشمن هجوم کردند. صوفی ما در همون لشکرگاه همراه زنکا و کودکا و خیمه و خیرگاه مسکلان خاک بر جا ماندند سابقون از سابقون در راندند جنگ ها کردن مظفر آمدند بازگشته با غنایم سودمند. خاک پناه ها میگه ماندند حضرت مولوی مسکل خاکش هم خاک پناه های اما او کسایی که سابق هستند از سابقون اولئک المقربون شخصایی که خدای تعالی هم در دنیا اینا را سابق گردونده است هم در آخرت قبل از همه داخل جنت میشوند. اینا به سوی دشمن هجوم کردند جنگ کردند دشمن مغلوب ساختند غنیمت های جنگی زیاد به دست آوردند ارمغان دادند کی صوفی تو نیست او برون انداخت نستد هیچ چیز. برای صوفی هم هدیه آوردن که تو شریک موی اگر چند در جنگ اشتراک نکرده باشی اما رفیق ما هستی اینا حصه ای تا است بگی. صوفی گریف همش دنگل کرد و نگریفت. پس بگفتندش که خشمینی چرا گفت من محروم ماندم از غذا
گفتن شیخ صوفی تو چرا از ما دماغت سوخت است؟ گفت شما نامرد بوده، ورا تر کرده، پرتافته ختم هجوم کرده به سر دشمن، من از جنگ محروم موندم، از این ثواب محروم موندم. زان تلطف هیچ صوفی خوش نشد که میان غزو و خنجرکش نشد. هرچند دل برداریش کردن که خیلی بون نوبت دیگه میشوه، اما دیگه دماغش سوختگی خطیش رو گب نزد که ما را نبرده خطیتان. پس بگفتندش که آوردیم اسیر، اون یکی را بحری کشتن تو بگیر، سر ببرش تا تو هم غازی شوی. دیدن نمیشود. گفتن شیخ صوفی همینجا یک اسیر پدر لعنت همراه ما هست، چند مسلمان کشت است، خون چند مسلمان در گردن شد، ایرا کشتنش واجب شده گیه. ما همین را بگی ببر پشت خیرگاه کلاش ببر تراب غازی میشه. تو جلادی همیشه و انشاءالله ترام در صفحه غازیان آمد نوشته می شود. سر ببرش تا تو هم غازی شوی. اندک خشکش صوفی دل قوی. وقتی ای گپا گفتن وقتی صوفی خشک برد صوفی آن اسیری بسته را در پس خیرگه که تا آرد غذا. دیر ماند آن صوفی آنجا با اسیر، قوم گفتا دیر ماند آنجا فقیر. صوفی گرفت همون کافری را که دست پاش بستگی بود گسفوار کشان کشان پشت خیرگاه ها برد، اما بسیار دیر کرد، تأخیر کرد. مردم گفتن این شیخ صوفی چی کارش میکرده باشه، پوستش نکنه با کویا کسی دوره خبر بگیره. آمدان یک در تفحص در پیش، دید کافر را به بالای ویش. دست ها بسته همه خواهید او، از سری استیزه صوفی را گلو. یک آدم آمد که شیخ صوفی به تخته پش خواه یا همون کافی که دست پاش بستگی با دندانهاش ای حلق صوفی گرفته است و گلوی صوفی را خواهیده است. نیم کشتش کرده با دندان اسیر، ریش او پرخون زی حلق آن فقیر. قریب کشت استش. غازیان کشتند کافر را به تیغ، هم در آن ساعت زی حمیت بیدریغ. وقتی این احوال دیدن غضب شو کرد، زدن کشتنی بدبختی کافر را از بالای صوفی پایام کردند. بر رخی صوفی زدن آب و گلاب، تا بخیش آمد زی بیهوشی و خواب. چون بخیش آمد بدید آن قوم را، پس بپرسیدن که چون بود ماجرا. دروش آب شپیدن شیخه، یا وقتش به سرش زد. گفتن شیخ چی بود که اشید کو گپ زد؟ اما چه دست پشت بستگی گسپاوری کشون کشون میبودی، ایچ خیلی دیده بلوی تو برماده است. گفت چون خستی سرش کردم به خشم، طرفه در من بینگرید آن شوخ چشم. چشم را وا کرد پهن او سوی من، چشم گردانیده شد هوشم زیتن. گفت خانه سوخته را میخواستم وقتی سرش از بدنش جدا کنم، نخواست چشماش علا کرد که چشم در کاسه خانه سر که تو داد تلخم کفید هشم رفت از غلطی داد. قوم گفتندش به پیکار و نبرد، با چنین زهره که تو داری نگرد. مردم گفتن رد سیاه کرد جهادگر مو به همین دل گرده با تو دعوی جهاد جنگ میکنی، زینهار و زینهار آرزوی جنگ نکن. از اسیر نیم کشته بسته دست، این چنین بهوش افتادی و مست. پس یک اسیری را که ایشته و ایمشت نیم کشتش کرده بودیم، دست پاش بستگی اگر نمی اومده گلو تا میکن میپرتوفت. پس میان حمله شیران نر، که بود با تیغشان چنگوی سر. کی توانی کرد در خون آشنا، چون نی با تیغ مردان آشنا. پس در او جنگی که آخه او دشمنی بدبخت هم اسب داره، بعضش مثل شیری نرواری در بالای اسب سواری، شمشیر در دستش، وقتی که سر میزنن از بدن توپ واری دور میپره.
تو چه خیلی صبر تحمل میکنی؟ تو غیرت یک چشم علر نداشته از یک اسیر دست پا بسته اوی اسیر دستش باز میشید خانه سوخته خاطر چند نفر مسلمان های شمشیر در دستش از ایتس از 100 جان یک جان نمیرهید هیچ وقت آرزوی جنگ نکن. به حضرت مولوی شرح میده نصیحت میکنه همچه تو که از دست نفسی بسته است این چنین بیهوش افتادی و پست مثل تو شیطانی که در ماه شریف رمضان زنجیر پیچه با خبری پیامبری صادق و مصدوق یک شیطانی که دست پاش بسته است اینقدر احمق میکنه خرد کرده است را زین زده سوارید میکنه آخی دست پای این شیطان باز باشه احوالی تو چی میشه در غیر رمضان تو چی کارت میکنه؟ دشمنی راه خدا را خور دار دزد را منبر منه بردار دار این بدن این جسم این شهوت این نفس دشمنی راه خدا هستند ای خونه سوخته اینا تو میگه که بردار نکن در بالای تخت منبر نشنون اینا در دار بکش فهمت میکنه در خونه فلانی جمع میشیم اوقات یکم دیما میزنیم با تراویح در 20 مینوت میخونیم میریم خونه فهمت کنی نیست چی هستی؟ گر نبندی دستی او دستی تو بست گر تو پایش نشکنی پایت شکست توبه کن مردانه سر آور بره که فمن یعمل مثقالا یره مرد باش خدای تعالی در قرآن گفته است فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر یره هر کسی مقدار یک ذره اگر نیکی و احسان و جوانمردی کرده باشد میگیرد او را میبینه و هر کسی مقدار یک مثقال اگر بدی کرده باشد البته که مجازات چه میگیره مجازات میشود. امروز تو از قرآن میگریزی فردا روز قیامت قرآن بگه خیبک الله خداوند تر خار ذلیلت بگردونه کما خیبتنی همچنانه که تو نسبت ما به قدری کردی چیکار میکنی؟ در اخبار صحیح اومده است که حالت میشود که یک شخص را پیغمبر طلب شفاعت میکنه از او وقتی میبینش بیچاره را از موهای سرش کشان به دوزخ میبرن اما خداوند میگه ای حبیبی من تو میدانی که خصم این قرآن است این بشرافت از ختم قرآن گرفت است از مسجد شو تعمیره میدانی؟ حضرت میگه انا بریء منه من از او بیزارم نباشم امتی که ای قرآن بگریزه قرآنی که معجزه همیشگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است قرآنی که افتخار تمام مسلمانان است قرآنی که هر حرفش هر کلمهش هر آیتش معجزه پروردگار رحمان است از این قرآن که بگریزی وای وای به حالت وای وای به حالت هیچ وقت از این دینت از این آیینت سر بر نمیگیری به یقین بدانه ولا یترک لکسل القوم و این ختم قرآن به سبب تنبلی و کاهلی قوم هرگز ترک کرده نمیشه. یک زمان بود حقیقتا یک چند سال قبل در این مسجد ما در 20-25 دقیقه تراویح میخوندن تراویح خلاص میکردن. یک زمان بود که از 9 کیلومتر من میدونم که یک گروه در مرشروطه برای اون که در اینجا در 20 دقیقه نماز تمام میشه به همین مسجد می اومدن. همین مردم تنبل و مردم متهم و مردم قرآنگریز ختمگریز می اومدن. اما الحمدلله سال سیوم است که در این مسجد ختم قرآن می رود و افتخار ما در آن است که از حصار و ریگر مردم از برای گوش کردن همین ختم قرآن ما با مسجد ما می آیند. از گرد اطراف جوان مردم هم همین مسجد می آیند خواه 112 باشه و خواه کلیدین باشه و خواه نوابات باشه و خواه نمیدونم این قریه بالا و دیگر از اطراف مردم همین مسجد از برای ختم قرآن می آیند. از 65 میکروریان اکیپاژ شده ختم قرآن می آیند.
این باعث افتخار ما است. بخد بیای برادر عزیز، از کی میگریزه؟ تا قیامت میزند قرآن ندا، کی گروه جهل را گشته فدا. من کلام حقم و قائم بذات، قوت جان جان یا قوت زکات. تا روز قیامت قرآن نعره میزنه که این مردم ابلهی که از من میگریخته، آخه من کلام پروردگار شما هستم، من صفت خداوند شما هستم، قائم بذات پروردگار هستم، نور خورشیدم فتاده بر شما، لیک از خورشید ناگشته جدا. شما از رحمت خدا میگریزید، از مغفرت خدا میگریزید. پس وای به حالتون، وای به حالتون. هر کسی که در ماه شریف رمضان چند عبادت در یک وقت انجام میدهد، خوشا به حالش که این بنده صالح دوستدار خداست. خوشا به حال کسی که کوشش میکند در ماه شریف رمضان بر زمین نماز روزه زکات مالش بپردازد. خوشا به حال کسی که در این ماه شریف رمضان ختم قرآن کند. یک ختم نه، اگر غیرت داشته باشد چند ختم قرآن کند. این همه فضل است، همه ثواب است، همه نعمت است، همه رحمت است. امام بخاری و امام مسلم از حضرت ابو هریره حدیثی را متفق علیه روایت میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: من انفق زوجین فی سبیل الله نودی من ابواب الجنه یا عبد الله هذا خیر. هر کسی که در راه خدا دو عمل فریضه را انجام میده در یک وقت، دو کار خیر را در یک وقت میکند، از درهای جنت صداش میکنند. فردا روز قیامت از دروازه های جنت صداش میکنند، دربانهای جنت که ای عبدالله، ای بنده خدا، این راه بهتره، ایچه بیا، یعنی از دروازه ما بگذر. فمن کان من اهل الصلاح دعی من باب الصلاح. پیغمبر میگه هر کسی اهل نماز باشه، 5 نماز به جماعت در مسجد بخونه، او از دروازه نماز صدا کرده میشود. جنت دری دارد با نام در صلات. و من کان من اهل الجهاد دعی من باب الجهاد. هر کسی اهل جهاد باشه، مجاهد راه حق باشه، خواه اون مجاهد جهاد شد به جان میکرده باشد، خواه به زبان میکرده باشد، خواه به مال میکرده باشد، او از در جهاد صدا میشود که ای بنده خدا، ای مجاهد، بیا راه تو ایجا است. و من کان من اهل الصیام دعی من باب الریان. هر کسی اهل روزه هست، هر کسی اهل رمضان است، او را از دروازه سیام، دروازه از دروازه های جنت که نامش ریان است و این دروازه روزدارا از صداش میکنن که بیا ای بنده روزدار، راه تو این طرف است. و من کان من اهل الصدقه دعی من باب الصدقه. هر کسی از اهل صدقه است، خواه او زکات باشه، خواه صدقات نافله باشه، او را از دروازه صدقات دعوت میکنن که بیا از اینجا وارد شو. حضرت ابوبکر صدیق نشسته بود، یار غار پیغمبر صلی الله علیه و سلم، گفت: بی ابی انت و امی یا رسول الله و هل یدعا احد من تلک الابواب کلها. بوای پیغمبر خدا، پدر و مادرم فدات شود، آیا شخصی هست در دنیا از امتان تو که یک باره از 8 در جنت صداش کنند؟ 8 در جنت صداش کنند که ای بنده خدا بیا از ما درو. حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود: نعم و ارجو ان تکون منهم یا ابابکر. گفت بله ای ابوبکر. گفت من گمان دارم که تا از زمره همون جوان مردا هستی، تا از همون طایفه امتان من هستی که از 8 در جنت دربانها صدات میزنن که بیا از ما وارد شو. پس خوشا به حال کسی که ختم قرآن میگذرد،
در ماه شریف رمضان که از دروازه قرآن صداش میکنن ای بنده خدا بیا. پس در ماه شریف رمضان باید کوشش کنیم که همون طاعات و عبادات یک جایه و طوعا انجام دهیم. فردا روز قیامت باعث سربلندی ما گردد، باعث نجات ما گردد، باعث به دست آوردن رحمت خدا، خوشنودی و رضای خدا گردد. پس این ماه عظیم است، ماه بزرگ است و ماه مبارک است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این ماه مبارک است، ماهی است که در این ماه رزق و روزی بندگان خدا مؤمنان زاید می‌گردد، ماهی که جنگ و جدل در این ماه کم می شود، ماه پیروزی مسلمانان است. جنگ های بزرگ اسلام در ماه شریف رمضان شدیند و با غلبه مسلمانان انجام یافتند. جنگ بدر در 17 رمضان واقع شده بود، با پیروزی مسلمانان انجام یافت. فتح مکه، ضبط شدن مکه از طرف مسلمانان در ماه شریف رمضان بود. شما ببینید جوانمردی مسلمانان را شخصای روزدار در راه خدا با جهاد میکردند، غلبه میکردند، زیرا خدای تعالی درهای رحمت نصرت بروشان باز میکرد. این ماه شریف خیلی ماه مبارک است. در حدیث آمده است، امام بخاری روایت میکند از حضرت سهل ابن سعد صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان فی الجنة 8 ابواب فیها باب یسمى ریان لا یدخله الا الصائمون. در جنت میگوید پیغمبر 8 دروازه هست. جنت 8 در دارد، یکی از درهاش با نام ریان معروف و مشهور است و از این دروازه فقط روزدارا وارد میشوند، غیر روزدارا به کسی اجازه ورود نیست. جای دیگر حدیثی متفق علیه است، بخاری و مسلم روایت میکنند، پیامبر شرح بیشتر داده است، میفرماید ان فی الجنة بابا یقال له ریان یدخل منه الصائمون یوم القیامه. در جنت در است میگه که گفته میشود به آن در ریان و از او در روزدارای ماه شریف رمضان فردا روز قیامت داخل میگردند. لا یدخل معهم احد غیرهم، غیر روزدارا به کس اجازه داده نمیشود که از او در بدرویند، فقط روزدارای ماه شریف رمضان، فقط امت محمد صلی الله علیه و سلم روزداران آن، زیرا در این امت خودپناهای روزخیره هم بسیار بوده است. روزداران آن حق دارند که از این دروازه وارد گردند. یقال این الصائمون، این الصائمون شهر رمضان. صدا میشوه میگه، دروازه را باز میکنن، دربان صدا میکنه که روزدارای ماه شریف رمضان کجا هسته، در کجا هم؟ فیدخلون منه فاذا دخل آخرهم اغلق. روزدارا یک از همون دروازه به یکان تلتنبک به آرامی با آسودگی وارد جنت میگردند. وقتی که آخران روزدار در آمد دروازه را میبندند، دروازه محکم میشود. لا یدخل منه احد، دیگر به هیچ کس اجازه وارد شدن از او دروازه نیست. پس ببینید این چه ماهی مبارک است، چه ماهی فرخ است، چه ماهی بزرگ است. مبارکی ماه ببینه، قدر منزله چه در پیش پروردگار ببینه که در این ماه شریف به امر خدا دروازه های جنت باز میگردند، دروازه های دوزخ بسته میشوند و شیاطین زنجیر پیچ میشوند. حدیثی متفق علیه است، بخاری و مسلم روایت میکنند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه و غلقت ابواب النار و صفدت الشیاطین
یعنی وقتی که ماه شریف رمضان آمد به امر خداوند درهای جنت باز می شوند، درهای دوزخ بسته می شوند و شیطان ها زنجیر پیچ می گردند تا اینکه مسلمان ها را، بنده های خدا را در وسوسه نه اندازند. هر کسی که در این ماه شریف صدقاً روزه میگیره، صدقاً عبادت خدا را میکند، بوی جنت استشمام میکند. امام بیهقی در شعب الایمان روایت میکند از حضرت عبدالله ابن عمر که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: ان الجنه تزخرف لرمضان من رأس الحول الى حول قابل. پیغمبر گفته است به شک شبهه خدای تعالی هر سال برای ماه شریف رمضان جنت زینت میده، از ابتدای سال تا آخر سال. به خاطر ماه شریف، به خاطر آنکه رمضان میآید، به پیشواز این ماه بزرگ جنت امر میکنه که زینت بتن به بهترین صورت ها، درهاش باز میکنه. فحبت ریح تحت العرش من ورق الجنه علی الحر العین. یک شمال میخیزه میگه به امر خدا از زیر عرش برگهای درختای جنت به لرزه میاره و همون بوی مسکننده را به دماغ حورها میرسونه. حور میدونه حمد نه؟ حور عین بسیار زنهای زیبایی هستند که خدای تعالی از برای مردای جنتی خلق شده کنه، از برای حورهای عین. همین شمال وقتی که به دماغشون میگه میرسد، چنان به وجد میآیند، چنان به شوق میآیند، دعا میکنند فیقولن یا ربی اجعل لنا من عبادک ازواجا. ای خدای بزرگ میگن از همون بندگان صالحت برای ما شوهر پیدا کن، شوهر جدا کن، ما را در نکاح بنده های صالحت درآور، در نکاح بنده های صالحت ما را درآور. تقر بهم اعیننا و تقر اعینهم بنا، تا اینکه چشمای ما به دیدار اونا روشن شود و چشمهای اونا به دیدار ما. تصور کنید همون شمال وقتی که میخیزه، شخصی صالح و سالم بوی جنت به مشامش میرسه، از بوی جنت مست میشود. اون مردایی که در راه خدا در ماه شریف رمضان دیگه ترک همه میکنن، اعتکاف بشینن، از همین طایفه مردم هستن که در عشق خدا مست شدن، از بوی جنت اینا مست شدگی هم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در 10 روز آخر ماه شریف رمضان ترک دنیا، ترک زن، ترک خانه و در میکرد، در یک گوشه مسجد در اعتکاف میشیشت و در رمضان آخر حیاتش 20 روز نشست. حضرت جبریل هر رمضان یک بار قرآن در نزدش میگذرون، در رمضان آخر 2 بار گذرون. اینه یه شرف مجد ماه بزرگ رمضان. از این خاطر است که این ماه بسیار ماه مبارک است، ماه بزرگ است، ماهی که شیطان زنجیر پیچ شود. از این دیگه ماه مبارک و بزرگ تصور کرده می شود. امام نسائی در سنن خیش روایت میکند از حضرت عتبه ابن فرقد رضی الله عنه، صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم: سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول فی رمضان تفتح فیه ابواب السماء و تغلق فیه ابواب النار و یصفد فیه کل شیطان مرید. در ماه شریف رمضان پیغمبر خدا میگوید درهای جنت، درهای آسمان، درهای قبول دعا، درهای رحمت مغفرت خدا برای بندگان روزدار باز میشوند، درهای دوزخ بسته میشوند. شیطانهای مرید که بسیار قوی هیکل هستند، ضرر و زیان اساسی به
بندگان خدا به مخلوقات یعنی به بشر از همین شیطانای مرید میرسد. این شیاطین جن ها هم چند طایفه میشوند. در این حدیث آمده است که فقط شیطان های از همه قوی هیکلتر بسته میشوند و این پاسخ میشود به سؤال بعضی برادرها که مادام که در ماه شریف رمضان شیطان ها زنجیر پیچ میشوند، پس این شیطنتی که ما میبینیم، این بی سعادت هایی که روزخر هستند، این بی شرافت هایی که از حرام و از زنا و از شراب نوشی حتی در ماه شریف رمضان باز نمی ایستند، اینو برای چی کار میکنن؟ شیطانا کو زنجیر پیچ بدیم؟ شیطانا کسی را در فتنه نمی انداختیم؟ یکی از جوابهای این سوال همی است که ببینه پیغمبر میگه که شیطانهای مرید یعنی شیطانهایی که میتوانند به انسان زیان و ضرر جسمانی رسانند بسیار قوی هیکل هستند، مثل غول، همونا زنجیر پیچ میشوند. واقعا در ماه شریف رمضان تاریخ یاد نداره که کسی به جنون و دیوانگی مبتلا شده باشد، زیرا شیطان ها زنجیر پیچ هستند همین مرید. اما با این خبر می آید که دیگر شیطان هایی که مرید نیستند، قوی هیکل نیستند، او جن ها و اجینه های میده حقش باقی میمونند، اونا همون فتنه و شیطنت چون کردن میگیرند. از این خاطر است که بعضی ها بسته شیطنت اونا میگردند و از عبادت خدا رو میتابند. اما بعضی دیگر از محققا خاصتا صوفیه میگویند نه، تمام شیطان و زنجیر پیش هستند، خواه مرید باشند خواه غیر مرید. و این عمل هایی که از بعضی بندگان خدا میبینیم، از بعضی بنی بشر، از نفسی پلید خود چون واقع می شود. به حد گناهکارن، به حد گناه زیاد دارن که دلها زنگار بسته است، دیگر حقیقت نمیپذیرد. اینا خودشون در مجموع شیطان شدیند. شیطان فقط جنی نمی شود، شیطان انسی هم می شود. یادتون باشه حدیث ابوذر غفاری را وقتی برات قصه میکردیم گفتیم که پیامبر گفت یا ابوذر تعوذ بالله من شر شیاطین الجن و شیاطین الانس. ای ابوذر گفت به خدای تعالی از شر شیطان های هم جنی و هم انسی پناه طلب کن. من الجنة و الناس، شیاطین انسی هم میشوند. بعضا میبینی که شیطان انسی در مکر، در دسیسه و در حیله و نیرنگ از شیطان جینی هم میگذرونه خونه سوخته. این کارا زیادی نمیشود. شیخ عطار یک قصه دارد. حضرت بیان کرده است که آن یکی شد پیش آن صاحب چیله، کرد از ابلیس بسیار گیله. یک شیخ بزرگ میگه در چیله نشسته بوده است، اعتکاف نشسته بوده است. بعد یک آدم پهلوش میآید در نزدش میشینه و از شیطان گیله میکنه. گفت ابلیس هم به تلبیس برد راه، کردین بر من به طراری تباه. گفت حضرت شیخ هر قدر سعی کوشش میکنم همه خانه سوخته شیطان از راه میزنم. میخواهم که مسجد نماز دبرم با شیطنت قطع میگه که کار دنیا برات مقدم تر است، بشی در سرخونی نوش نعمت، بذار طعام نماز نمیگریزم. میخواهم روزه بگیرم، شیطان ملعون وسوسه میدازه که این قدر نوش نعمت دنیا در هست خدای تعالی مال و ثروت داده است، چرا استعمال نمیکنی جان تقم میتی؟ بگذار روزه را کم بغلا بگیرم. میخواهم زکات مال ما بتم، میگه از او پوچکنده به تو چی فایده ایوخی؟ ایخه محنت کردی، پول جمع کردی، در خودت صرفش که چون میکنی زکات مال میتی با دیگران؟ گفت ابلیس هم به تلبیس برد راه، کردین بر من به طراری تباه. شیخ گفتش ای جوان مردی عزیز، آمده بود پیش از این ابلیس نیست، مشتکی بود از تو و آزرده بود، خاک از جوری تو بر سر کرده بود. گفت رو درگور ای بدبخت. دینه گفت شیطان اومد پیشم، ای تو شکایت میکرد که روی ای درگور که هر گناهی میکنه در کلای من میزنه، من به هفت پشتی همی کار ندارم، که این شیطانی میکنه و در سر من میزنه.
از این کثافت ابله من گریزان شدگیم خدا میگریزم به نمازای میترسم که مبادا غضب خدا بالای سر ما هم نیاید. لعنتی روز آخر میترسم که مبادا در غضب خدا گرفتار نشم خداوند نسوزانم. اما این گناهش بود کلای من میزنه. شیوه ابلیس از تلبیسی توست، در تو یک آرزو ابلیسی توست. ای برادر، در این ماه شریف رمضان شیطانی نکن که همون شیطانی حقیقی خودت هستی. همون آرزوهایی که در دل میپروری یک ابلیسایی تو هستند. ها غضب خدا را پیش نظر بیار که این ماه شریف است. و ینادی مناد کل لیله، در دوام حدیث پیغمبر میگه هر شب تا سحر منادی خدا، ملائکه‌ای که خدای تعالی از برای ندا او را مخصوص گذاشته استش ندا میکنه: یا طالب الخیر هلم، ای طلب کننده کار خیر شتاب کن، بیا که رمضان میرود، دیر میکنی، بیا که این شبها کوتاه هستند، در یک لحظه روز میشوند، دستگیر کن. یا طالب الخیر، ای طلب کننده کار خیر، هلم بشتاب. و یا طالب الشر امسک، ای طلب کننده کار شر، ای بدبخت فاسق، از غضب خدا بترس که این ماه پیش خدا مرتبه و منزلت ها داره، رد سیاه و نامدگون می شود. از غضب خدا بترس. پس ببینه این چی ماه مبارک است، چی ماه بزرگ است، چی ماه با فضیلت است. در خبر آمده است، حدیثی متفق علیه است، بخاری و مسلم روایت کردند از حضرت ابو سعید خدری صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حضرت فرمود: من صام یوما فی سبیل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خریفا. هر کسی که یک روز در راه خدا روزه می‌دارد، خداوند این بنده را از آتش جهنم 70 ساله راه دور نگه می‌دارد و در عوض یک روزش 70 ساله راه. که حساب کنه 10 روز 700، 30 روز 2100 ساله راه. وقتی این 2100 ساله راه دور از دوزخ جنت های، یعنی خدای تعالی جنتش می‌داره این بنده را. این شرف، این مرتبت، این بزرگی. حضرت ابو امامه میگه نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اومدم، میگه گفتم یا رسول الله مرنی بامر اخذه عنک. ای پیغمبر خدا، میگه گفتم یک امر به من تعلیم ده که از تو بگیرم که کسی را نگفته باشی تا به حال، خاص از برای من، خالص از برای من. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: علیک بالصوم فانه لا عدل له و فی روایت لا مثل له. گفت ای ابو امامه روزه بگی که این روزه مثل مانند نداره. روزه نزد خدا بسیار محبوب و مقبول است. در حدیث قدسی آمده است، خداوند متعال فرموده است: کل عمل ابن آدم له الا صیام فانه لی و انا اجزی به. هر عملی که فرزند انسان میکنه برای خودش است، یک اجر ثواب داره که من معینش کردم. جای دیگر آمده است در حدیث دیگر که فرمود: کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف. هر عمل نیکی که انسان میکنه به مراتب ثواب به او داده می شود، چندین مراتب زیادتر، از 10 تا 700 ثواب دارن عملهای خیر، عبادات خدا، الا صیام، مگر روزه. زیرا خدای تعالی روزه را به خودش تخصیص داده است. روزه را میگه بنده برای من میگیره. چرا این سخن گفت خداوند؟ زیرا در روزه حقیقی ریا نیست. شخصی که میخواهد بر ریا روزه بگیره
در پیش مردم خش روزدار نشان میده، خانه سوخته لبا را با کلوخ میماله و خانهش در میروه روزه را میخوره. پس این روزدار نیست. روزه ریا نداره، روزه در برحقه. از این خاطر خداوند روزه را به خودش تخصیص داد. فانه لی، پس این روزه برای من است میگه خدای تعالی، و انا اجزی به، پاداش این بنده بر من است. از این معلوم میگرده که خدای تعالی در عوض روزه ماه شریف رمضان به بندگانش از 700 ثواب زیاد میده. خداوند خودش میدونه اون مقداره. وقتی که به خودش تخصیص داد، این خدای بزرگ مهربان ما چنان کت خدا است، ارحم الراحمین است. از این خاطر روزه ماه شریف رمضان پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزه مبارک گفت. روزه ای که با برکت است، فضل داره، ثواب داره. به صاحبش در عوض خداوند نعمت‌هایی می‌دهد که نه چشم آن را دیده است، نه گوش شنیده است و نه در گوشه خاطر کسی خطور کرده است. پس این ماه مبارک است. در دوام حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: فیه لیلة خیر من 1000 شهر. در این ماه شریف رمضان یک شب است که بهتر است از 1000 ماه. چیزی را که خدای تعالی در قرآن بشارت داده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث خودش ذکر کرده است. یعنی این ماه شب دارد که از 1000 ماه بهتر است. طاعت عبادت در این شب که شب قدر نامیده می شود، زیرا خدای تعالی تقدیر یک ساله بنده هاشا در این شب معین می سازد. زیرا به امر پروردگار ملائکه های رحمت با سروری و سرپرستی روح القدس حضرت جبرئیل امین به زمین فرود می آیند. شب سلام و سلامتی و امن ایمنی است، شب رحمت مغفرت است. پیامبر از همون خاطر این شب مخصوص قید کرد. ببینید برای روزدارای ماه شریف رمضان 3 بشارت جنت است، 3 بشارت آمرزش همه گناه ها. پیامبر اول فرمود، این حدیث ها متفق علیهن، حدیث های بخاری و مسلم هن: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کس ماه شریف رمضان را با ایمان و با احتساب خالص از برای خدا روزه می دارد، هر گناهی که قبل از او کرده باشد آمرزیده می شود. بعدا بود در جای دیگه ذکر میکنه: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی که ما شبهای ماه شریف رمضان را قائم می‌دارد، در این شبها ختم قرآن می‌گذراند، نماز تهجد می‌خواند، خداوند گناه‌های ما قبلش هم می‌آمرزد. این دوم بخشش خداوند. و نهایت باز تاکید بکره پیامبر: من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی که شب قدر را با ایمان و احتساب از برای خدا به طاعت و عبادت قائم دارد، خداوند تمام گناه‌های ما قبلی او را می‌آمرزد. 300% گارانتی داده است خداوند، کفالت 300% برای روزدارای ماه شریف رمضان. چرا خداوند گفت 1000 ماه؟ روایات زیاد هستند. امام طبری در تفسیر معروفش الجامع القرآن و یا الجامع البیان روایت میکند که فی تفسیر القرآن، در بنی اسرائیل مردی بود صالح، روزها روزه می داشت، روزها با دشمن می جنگید، شبها تا صبح در عبادت خدا قایم بود. خداوند با قوت تواناییش میداد. 1000 ماه با دشمنان جنگید است. 1000 ماه
کارش همی بود. روز تا بگاه با دشمنای خدا می جنگید، دولت و خلق و ملت خودش حمایت میکرد، شبها تا صبح در عبادت خدا بود و در نماز اشک میریزاند و آبی دیده میکرد. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در میان اصحاب قصه او شخص گفت، در تفسیر نامش نه آمده است، اما در بعضی قصه های اسرائیلی آمده است که شمعون نام داشت. اصحاب بعضیش حتی گریستند، گفتن یا رسول الله عمرهای ما کوتاه است، اگر تمام عمر خود ما صرف کنیم ما ثواب و اجر این مرد دریافته نمیتونیم. از این خاطر خداوند متعال براشون بشارت داد، شب قدر براشون هدیه کرد. در قرآن عظیم شأن فرمود لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر بهتر است از 1000 ماه عبادتی که اون مرد در راه خدا میکرد از بنی اسرائیل. پس این هدیه خداوندی است با امت محمد صلی الله علیه و سلم. با قدر این شب برسه برادرای عزیز. خب شب قدر کدام شب است؟ بین علما اختلاف به نهایت زیاد است. صحیح آن است که پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد، دید که بعضی از صحابه با همدیگر نزاع میکردن. حضرت گفت به سبب نزاع شما من شب قدر فراموش کردم که کدام شب بود. من میخواستم که شب قدر براتون آشکار سازم، اما همین نزاع شما باعث شد که من فراموش کرده باشم. از این خاطر پیامبر تاکید میکنه در بعضی حدیثاش که تحروا لیلة القدر فی العشر الاواخر من رمضان، شب قدر در 10 روز آخر رمضان جستجو کنید. در بعضی روایات دیگر اومده است که گفته است که در روزهای طاقش جستجو کنید. در یک روایتی که از حضرت ابی ابن کعب آورده اندش، اصحاب سنن آمده است که از ابی ابن کعب وقتی سوال کردن صحابی پیغمبر، حضرت مرفوعا بیان ساخت که شب قدر شب 27 ماه شریف رمضان است. از این خاطر ما همین را گرفتیم. اما بسیاری مفسرها، بسیاری محققها گفتند که شب قدر یک شب معین نیست. همین شب قدر در طول ماه شریف رمضان ایواز کرد، جواش ایواز کرده می ایستد، یک شب معین نیست. این فراموش کردن پیغمبر یک رحمت خداوندی به نسبت این امت که در ماه شریف رمضان در جستجوی شب قدر باشند، شبها را به عبادت خدا قایم بدارند، شبها بیهودگویی نکنند، لاف و گزاف نزنند، بلکه قرآن بخوانند، نماز بخوانند، یاد خدا کنند. حقیقت دارد برادرو. ای خواجه چی جویی تو شب قدر نهانی؟ هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی. تا اگر قدر شناس هستی و قدر میدانی، هر شب رمضان برای تو شب قدر است. در شب طاعت عبادت میدونی که چی فضیلت داره، چی ثواب داره. پس باید شب قدر در تمام شبهای رمضان جستجو کنیم. الحمدلله که 2 سال شد ما در شب 27 رمضان ختم قرآن انجام میتیم. همون شب آخر 3 پاره قرآن میگذرونم. اما این معنای او را نداره که ما به همون شب 27 فقط اکتفا کنیم، دیگر شبهای پرفیض پربرکات ماه شریف رمضان از مد نظر دور بسازیم. این معنی را نمیتاییم. پس شب قدر باید در طول ماه شریف رمضان جستجو کنیم، زیرا که فضیلتش از 1000 ماه طاعات عباداتی که در او شب قدر نباشد بالاتر و بالاتر است نزد خدا. جعل الله صيام نهاره فریضة و قیام لیله تطوعا. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود خداوند روزهای این ماه شریف رمضان را فرض گردانید از برای بندگانش و قیام شبهاش نفل ساخت، تطوع سنت گردانید. ببینید روزها فرض هستند، قیام شبها سنت هستند، از تطوعات هستند. هم در روزها ثواب است، هم در قیام شبها.
خداوند روزه ماه شریف رمضان رو فرض گردانید با خطاب خویش. استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان به خدا و به روز آخرت دارید، خداوند بر شما فرض گردانید روزه ماه شریف رمضان را، روزه را همچنانه که فرض گردانیده بود بر امتهایی که قبل از شما بودند، تا اینکه پرهیزگار شوید توسط این رمضان، تا اینکه پاک و مصفا شوید، تا اینکه سزاواری جلوی خدا، سزاواری جواری خدا گردید. فمن شهد منکم الشهر فلیصم. خداوند امر کرد هر کسی از شما ماه رمضان دید پس باید روزه گیرد، باید این روزه را روزه بدارد. یعنی این فریضه الهی است. آیا این فریضه فقط بر امت محمد صلی الله علیه و سلم خاص است یا از برای تمامی بندگان خدا است، از برای تمامی اهل کتاب است؟ علما در اینجا اختلاف نظر دارند. بعضی ها میگویند که روزه ماه شریف رمضان خاص از برای امت محمد صلی الله علیه و سلم است، اما بعضی های دیگر میگویند نه، کتب الله الصیام رمضان علی الامم من قبلکم. از حضرت عبدالله ابن عمر پسر حضرت عمر وقت سوال کردن، حضرت گفت که خداوند بر مردم قبل از شما همین ماه شریف رمضان فرض گردانده بود، اما اونا ترکش کردن، شما ترک نکنید. اونا از رحمت خدا خودشون را دور کردن، شما از رحمت خدا دور نشوید. علامه رازی مفسر بزرگ اسلام فخرالدین رازی در تفسیر کبیر خویش از امام حسن بصری روایت میکند: ان الله کتب صیام رمضان علی الیهود و النصارى. میگوید خدای تعالی ماه شریف رمضان را بر یهودی ها و بر نصرانی ها نیز فرض گردانده بود. اما الیهود فانها ترکت هذا الشهر و صامت یوما من ایام سنه زعموا انه یوم غرق فیه فرعون. یهودی ها میگه به بی‌سعادتی و بدبختی این ماه ترک کردن، در سال یک روز از برای روزه تخصیص دادند به دعوای آن که این روز روزی است که خدای تعالی فرعون غرق کرد و بنی اسرائیل نجات داد. و اما النصارى فانهم صاموا رمضان فصادفوا فيه الحر شدید فحولوه الى وقت لا يتغير. اما نصرانی ها میگوید در ابتدا ماه شریف رمضان روزه می داشتند. ماهای خمری را دیده ای که آیسته آیسته دیگرگون می شوند. یک زمان در زمستان روزه می داشتیم، امروز ببینید الحمدلله بود در تابستان رسیدیم، آیسته آیسته عوض می شود. یک سال ماه شریف رمضان در تابستان گرم اومد. دیگر این نصرانی ها طاقت نکردند. کسی که در دلش ترس خدا نباشه از کجا صبر و طاقت میکنه؟ از این خاطر ماه شریف رمضان به یک زمانی که تغییر نمییابد به بهار کوچ دادند، یعنی جنایت کردند. ثم قالوا عند ذلك نزيد فيه. برای آنکه همین جنایتی خودشون جبران کنند، پیش خدا یگان حجت داشته باشند، گفتن زیاد میکنیم روزه را، ان شاء الله خدا شاید ببخشد گناهمون. فزاد و 10 روز علاوه کردم، 30 روز به 40 روز شد. ثم اشتک بعد زمان ملیک منهم فنظر 7 فزاد. بعد چند یکی از پادشاهای، یکی از امپراتورهای روم بیمار شد، پیش خدا نظر کرد با دستور عالم های نصرانی این بدبختو برای فایده و منفعت دنیویشو به همه کار قادرند. نظر کرد که اگر خدا شفا بده
7 روز دیگه علاوه میکنم در روزه. شفا یافت، خداوند شفاش داد، گرفت 7 روز دیگه علاوهش کرد، 47ش کرد. ثم جاء بعد ذلك ملك آخر فقال اتیموه 50 یوما. بعدی باید امپراتور دیگر آمد، گفت چون میکنه مایده بازی کرده 47 48 یا برای 50 کنه بود شود. اکی ایرم از تاریخ خفا نمانم، گفته با 3 روز دیگه کوشش کرد. حضرت امام حسن بصری وقتی این قصه را کرد گفت فهذا معنی قوله تعالی اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. گفت معنای سخن خدا در قرآن که گفته است این یهودی ها و نصرانی ها ملاهای خدا، پیشواهای خدا نعوذ بالله به درجه خدایی برداشتیان که حتی حکم خدا را عوض میکنن، سخن خدا و امر خدا را در کتاب عوض میکنن. معنای سخن پروردگار همین است، یعنی دلالت به همه حادثه میکنند. به هر وجه صورت روزه ماه شریف رمضان فریضه الهی است. وای به حال کسی که روزه را ترک میکند. اور الاسلام و قواعد و دین ثلاثه. پیغمبر خدا گفت که خلاصه دین مبین اسلام و قاعده و قانونها و پایه های این دین بزرگ 3 چیزی اساسی است. من ترک واحدة منهن فهو بها کافر حلال الدم. هر کسی که از همین 3 اصل یکی را اگر ترک کند کافر می شود و خونش هدر می شود. کافر خونش هدر است. بعدا حضرت صلی الله علیه و سلم هم این طرح بیان کرد شهادت الله اله الا الله و الصلاة المکتوبه و صیام رمضان. اولش کلمه شهادت، دومش نماز فرضی، سومش روزه ماه شریف رمضان. کسی که روزه ماه شریف رمضان قصدن بخورد امید رحمت از خدا نکند. در خبرها آمده است که پیامبر فرموده است اگر تمام عمر دیگه قضا بداره تلافی همه روزه کردن نمیتونه. فردا روز قیامت روزه از گریبانش میگیرد و در پیش خداوند متعال حق طلب میکند. از این خاطر باید که هوشیار و بیدار باشیم برادرای عزیز، به قدر این نعمت خداوندی برسیم. بعضی برادرها تلفن میکنن میگن داملو بند نیستی، میگم الحمدلله به شرافت ماه شریف رمضان وقت ما زیاد شده است. حقیقتا وقت زیاد شده است. من همین پیش خود خلاصه کردم که اکثر حیات ما در سر دسترخوان ها میگذره. بسیاری وقتی ما همین مصروف به خوردن است. شکم و سر باشه در سر دسترخوان میشیدیم چای خورده. اگه تصور کنه که وقتی همین دسترخوان از بین گرفته شود چقدر وقت باقی میمونه. ارزم این وقتی که شکم خالی باشه معینه سر خوب کار میکنه. ماه شریف رمضان ماه طلب علم، ماه طاعت، ماه عبادت، یارمرکه الهی.